سلام رفقای گل، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید سه‌شنبه سیزن 9 کال اف دیوتی موبایل بازی اضافه شد. اما امروز توی این ویدیو ما یه بررسی کامل داشته باشیم. پس آخر ویدیو همراه من باش. قبل از سابسکرایب کن، لایک ویدیو بزن که من انرژی بگیرم. عشقانی بریم سراغ ویدیو. همونطور که میدونید این لابی سیزن 9 هست. گانی هم که این سیزن بازی اضافه شده اسمش استنه که واقعا آناتومی درست حسابی نداره و خیلی گان مسخره ایه. حالا شما اگه باش بازی کردین تجربهاتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. گان لجندی هم که این سیزن توی ایونت ایکت دمتیک رایگان اضافه شده رپو لجنده که طراحیش اینه موتورسیکلته که واقعا خیلی طراحی خوشگلی داره. اینجا هم مثل همیشه میتونید این گال لجند رو رایگان برای یه روز داشته باشینش که من الان گرفتمش و واقعا خیلی خوشگله. جوایز توکنی این سیزن هم این گرای انیمه که طراحی خوشگلی داره و این ویلکه که واقعا من از گانش متنفرم و این ویوان هریسی که اگه یادتون باشه توی اون تورنمنت هایی که سی پی رایگان میداد اینو رایگان میدادش و من گرفتمه. توی بخش دوم این ایونت هم برای کسایی که نتونستن هنوز انفور لجند رایگان رو بگیرن یه فرصت داده اکتیویژن که میتونین این سیزن انفور لجند رایگان رو دریافت. تورنمنتی هم که برای همکاری با کوشیکج اضافه شده این سیزن اینه که این بتل پس میمونه و شما با این توکن ها میتونین مراحلش رو انجام بدین و اینجا هم جوایزش این اسکینه که اسمشو نمیدونم. بذارین دانلود چه با هم یه نگاش کنیم که فکر کنم اسکین خوشگلی هم باشه. خب بله دانلود که واقعا اسکین خوشگلی توی این کوشیکج کاراست که شما میتونید این بتل پس رو با این توکن هایی که هر روز براتون این تسک میاد رو انجام بده. اینم یه بخش از بتل پس ها و گردونایی که قراره اضافه شدن رو ببینیم و اون عکسی هم گذاشتم که از کانالم گذاشتم اون گوشه به خاطر کپی رایتش که چون ویدیو قبلیم که آموزش سیزن 8 بود کپی رایت خورد ویدیو و هر کارچم کردم درست نشد و الانم کپی رایت خورد اگه برید تو کانال ببینیدش. اینم گانایی که این سیزن توی بتل رویال می‌ذارین پیدا میشه میتونید یک اسکرین شات ازش بگیرید و داشته باشین.
شب توی بتل رویال تو کامنت برام بنویسین که خوبه یا نه. من که خودم واقعا خیلی دوستش دارم و دیگه فکر نکنم تا آخر سیزن آلکاتراز بازی کنم، میچسبم به این. لایک و کامنت فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.